با دل پر از مهر و محبت و گرم و جوشان به مثل فصل زیبای تابستان به شما سلام آوردیم. اینک برنامه نوبتی انگوبین را تاریخ تلویزیونی بهارستان از مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار با اشتراک مهوش 5 ساله پیشکش شما میگردانیم. ما در هر برنامه میکوشیم تا شما را با هنر و مهارت باز خردسالی بی‌ستاد دیگر آشنا گردانیم و این تنها بهره بالید روحی شماست. دوستان عزیز، قهرمانی برنامه امروزمان مهوش می باشد. او هنوز 5 سال دارد ولی خیلی زیرک و کنجکاو است و از همسالانی خویش به کلی فرق می کند و شما از این چیز در جریان برنامه آگاه خواهید شد و به شما وعده می دهیم که برنامه امروزه ما خیلی جالب و شوق‌آور خواهد گذشت. خوب ما را همراهی نمایید و از استعداد فوق‌العاده امروزمان آگاه گردید. سلام مهوش جان، شما رو به برنامه خوش آمدید میگیم. هستم حالا خردکک دخترچه‌ای دانایک بر همه خرد و کلک البته میگویم سلام. از خواب خزم هر پگاه من سسته دست روی را آزاده گردم روان و سوی باغچه دوان. خیلی خوب، می توانید خود را به تماشاگران تلویزیونی بهارستان پرتر معرفی کنید؟ من سنگ و مهوش از ناحیه فیض‌آباد. خیلی خوب مهوش جان، شما در اولادتون چند نفرید؟ 5 تا. 5 نفر. مرحمت. دادم، آچم، اکم خودم. خیلی خوب، از هم به شما. خوب، درباره ای اعضایان اولادتون شعر میدونید؟ بله. بیاید سر اول درباره مادر یک شعر خوانید. مادر جانم غمخوار است با هر شیرین گفتار است، تو دیده اش برایم همیشه چشم چار است، تا آمدن از باغچه برایم انتظار است، به خانه که درآیم خوراک من تیار است. خیلی خوب. درباره مادر باش شعر میدونم. عزیز و مهربانم کیست مادر، فروغی دیدگانم کیست مادر، مرا با رنج بستی تربیت کرد همیشه بر زبانم کیست مادر، کلم بر دست گیرم شعر گویم مراد از داستانم کیست مادر، دلم را مهر او موا گرفته گرامی همچو جانم کیست مادر. خیلی خوب. من باز یک تا دیگر شعر میدونم. مرحمت. آچه جان جان آچه جان، اگر گپ در آن شوم قابل دانش شوم، خودم از خوابم خیزم خودم چایم را ریزم، به اینچ که هر سحر به باغچه روم اگر مرا نقص میبینیدم آچه جان جان آچه جان، اگر دروغ نگویم بهانه ها نجویم، بهوده و بهوده نریزد آبی دیده، از سنه ها رو دانم برایتان شعر خونم، بعد خفتن رسیده گویم شبتان خیر. خیلی خوب. مرا نقص میبینیدم آچه جان جان آچه جان، و گپتان گوش کنم نه را فراموش کنم، به کار خانه اگر یاری دهم برابر، مهمان آید به خانه به عزت کشادانه، گذارم در روی میز نان و میوه و مویز، مرا نقص میبینیدم. خیلی خوب، اگر همه این عملها رو شما اجرا کنید حتما مادرتان شما رو نقض میبیند ها؟ خب اکنون درباره یگان اعضای دیگری اولادتان شعر خونید، مثلا درباره پدر. پادشاهی من، نکاهی من، نوری رهی من، قبلگاهی من، جان پدر جانم جان پدر جانم، بخت خندانم زور و درمانم، مشغل جانم نوری چشمانم، جان پدر جانم جان پدر جانم. آفرین. خب باز درباره کدام از اولادتان شعر میدونید؟
نشسته روی ایوان بی بی جان من حیران چاکش در سری زانو عینکش پای زانو سوزنش را میکوبد نمییابد من همراه بی بی جان آوله و سرگردان. خیلی خوب. و باز درباره کی شعر میدونید؟ 6 تا اوقاچه دارم از این سبب سرکارم دیهم به آنها یاری کنی وقتی سرخوری بلوکتکی سروینت میدوزم دایم لیباس به جمشید و به دلشد خواندن را میدهم یاد آورم به جهانگیز از دکان شکر و شیر افسانه گویم شبها و مملکت و شهلا. خیلی خوب هستم با شما نهایت سرکار بودید ها؟ بله. آفرین. ما در کجا زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان. خیلی خوب. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. آفرین. شما درباره جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه و عموما وطن یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت چراتان را خوانید؟ من یا گلی بستان تو در کشوری پرشان تو با آب و نان از زندم در پیکر من جان تو ای تاجیکستان کشورم مهرت به جان می پرورم چون اخترانی آسمان رخش دیار تاجیکان چشمه اقبال تو پر نور گردد هر زمان ای تاجیکستان کشورم مهرت به جان می پرورم. تشکری زیاد. من با شعر میدونم. یعنی درباره تاجیکستان باز شعر میدونید؟ بله. خیلی خوب. مرحمت. دیاری نام دارم تاجیکستان امید و افتخارم تاجیکستان در آغوش تو من شاد و فرخمند توی اوج و برارم تاجیکستان همیشه گل کنم نشع و نما کنم به ده آوازدار تاجیکستان. خیلی خوب. هستم با شما. خوب درباره شهر دوشنبه چی؟ میدونم. میدونید؟ مرحمت یک شعر خوانید. دوشنبه پایتخت تاجیکانی برایم بهترین شهر جهانی مثال اختر خورشید تابان بخواهم جاودان پاینده مانی. هستم با شما. من یک شعر دیگه میخواهم خوانم. خیلی خوب. مرحمت. تاجیک من آیاری باشد را این نام افتخارم با کتاب علم و فرقان در جهان آوازه دارم رودکی و ابن سینا نامدار میلتی ما شاه اسماعیل سامانی بود شاه دولتی ما. تشکر زیاد. آفرین با شما. رمزهای دعوتی رو نمبر کرده میتوانید؟ بله. مرحمت. پرچم نشان سرود ملی. خیلی خوب. هستم با شما درباره رمزهای دعوتی شعر میدونید؟ بله. رمزای دولت نشان و پرچم سرود ملی گردد به آن زن پرچم تاجیکستان بلندترین در جهان به سر ملت ما با دادای پرافشان. آفرین. پرچم جمهوری تاجیکستان از چند رنگ عبارت است؟ از 3 تا. کدام رنگ ها؟ سرخ، سفید، سبز. آفرین. می توانید رنگ های اون رو شرح دهید؟ یعنی چی رو ifade میکنن؟ رنگ سرخ مبارزه و جانسارکنه خلق بحر آزادی و استقلالیت. رنگ سفید وقت و اقبال سفید پاکیزگی. رنگ سبز سعی و کوشش و زحمت و مهنت ساکنان بحر سبز خورم گرداندن وطن. خیلی خوب. آفرین با شما. درباره نشان چی یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت آن را خوانید. نشان دولتی ما گردک چوهای کالان کوچه و نام برین است ماهی تابان برین است در درونش آفتاب است کشاده کتاب است تاج استاره در سر خوشه گندم ببر تخته های شکوفان زیبایی بخشد به آن همه دارایی ما در آن گرفته معوا باشد فخر تاجیکان نشانی تاجیکستان. آفرین. هستم با شما. خوب قهرمانان جمهوری تاجیکستان را نمبر کرده میتوانید؟ بله. سردیدین عینی
بابا جان غفوروف امام علی رحمان میرزا ترسونزاده شیرین شاه شاه تیمور نصرتالله مخزوم. خیلی خوب. امام علی رحمان کیست؟ اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، محترم امام علی رحمان. خیلی خوب. درباره پیشوای ملت تمام یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت شعرتون رو خوانید. ای قهرمان ملت، زور و توان ملت، گردیده رشته پیوند جانت به جان ملت. ای پیشوای ملت، ای پیشوای ملت، ای جان ساد ملت، ای بختیار ملت، جهد زیاد کردی در کارزار ملت. ای پیشوای ملت، ای پیشوای ملت، ای پیشوای ملت، ای راهنمای ملت، نقشه های نکت صلح و صفای ملت. ای پیشوای ملت، ای پیشوای ملت، ای پیشوای ملت، هستی بقای ملت. ای قهرمان ملت، جانی به جان ملت. ای پیشوای ملت، ای پیشوای ملت. تشکر زیاد. آفرین با شما. یک سال از چند فصل عبارت است؟ از 4 تا. از 4 فصل عبارت هستند. فصل سال را نمبر کرده می توانید؟ بله. مرحمت. زمستان، بهار، تابستان، تیر ماه. خیلی خوب. درباره کدامی از این فصل ها شعر میدونید؟ درباره فصل بهار. مرحمت. تو نکتار آمده است، اوج و برار آمده است، شادی کنه دوستان فصل بهار آمده است. خوب. در فصل بهار طبیعت چگونه می شود؟ زیبا می شود، گلها می باراید، باران می بارد. شما درباره گلها و باران شعر میدونید؟ بله. بهتر اول درباره باران شعر خوانید. شبیر شبیر باران شد، موسم بهاران شد، همه جا گلستان شد، وقت کار دهقان شد. آفرین. اکنون درباره گلها شعر خوانید. درباره کدام گل شعر میدونید؟ گولی با چچک، مرحمت. با چچک و با چچک، گولی خوش روی خمچک، با چچک با چچک، گولی خوش روی خمچک. در فصل بهار ما کدام ها را جشن میگیریم؟ ایدی نوروز، ایدی مادران. خیلی خوب. درباره سمنک یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. سمنک نو، حلاوت جان، می آید از تو بوی بهاران، گرچه تو مانند به هوای تر، اما از هوا توی شیرین تر. ما به هر خانه از تو کشانیم، به همسایه ها عیدی رسانیم. سمنک نو، شیره گندم، فصل بهاری برای مردم. خیلی خوب. احسن با شما. خوب. شما این زمان دو عید یعنی عید مادران و نوروز گفتید. ها عید مادران کدام روز جشن گرفته می شود؟ 8 مارس. نوروز چی؟ 21 مارس. دیگر عیدهای دولتی رو چی نمبر کرده می توانید؟ بله. بیاید من با شما نام عید رو میگویم، شما باشید با ما سنه‌اش رو میگوید. می شود؟ بله. 1 مای، ایدی مهنت کشان، 9 مای، ایدی غلبه، 1 ایون، ایدی کودکان، 27 ایون، ایدی وحدتی، عید وحدت ملی، 1 سپتامبر، روز دانش، 9 سپتامبر، ایدی استقلالیتی جمهوری تاجیکستان، 5 اکتبر، ایدی زبان، 6 نوامبر، ایدی کنستیتوسیا، 24 نوامبر، ایدی پرچم، 5 دکبر. زادروز. زادروز شما؟ خیلی خوب. درباره نامین عیدهایی که نمبر کرده درباره کدام شعر میدونید؟ زبان. درباره عید زبان؟ مرحمت شعرتان رو خوانید.
خوشگوارا زبان تاجیک باشد مدارا زبان تاجیک لحن شیرینش لفظ شیرینش فوراً به گوش است زبان تاجیک زبان خواهر زبان دادر زبان دادر زبان تاجیک. تشکر زیاد احسن به شما. شما گفتید که با بخچه می روید همین طور نه؟ بله. خیلی خوب. بخچه شما کدام رقم است؟ رقمی 5. خیلی خوب. درباره بخچه‌تون یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت شعرتون رو خونید. بین درختان در دهه ما واقع گردیدن بینایی زیبا این باغچه ماست این باغچه ما کلان تازه تیرزه هایش دلکش فورا باد و هوایش این باغچه ماست این باغچه ماست ما بچگانم خوب و گبدرا بازی میکنم همراه دائما ما مهربانم ما مهربانم. آفرین احسن به شما. خوب در بخچه کی به شما درس میدهد؟ زهرا انورونا. زهرا انورونا مربیتون میشود ها؟ بله. درباره مربی یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت شعرتون رو خونید. مونس و غمخوار مانند مادر کند استقبال ما را هر سحر مربی ما خرسندم از او با ماست دائم افکار و ادب مدیا تعلیم مربی ما همدم و همراست وای آدمی خوب نزدیک به دلها بسیار محبوب مربی ما. تشکر زیاد. آفرین به شما. شما در بخچه چی کار میکنید؟ اول نهاری خوردم با گلهامان آب دادم بعد اسباب بازی کردم هم رقص بازی کردم هوا دادم توپچه را گاه با پایان گاه بالا ما آن را زدیم با شست گاه با پا و گاه با دست پیانی ننواختم هم بازیچه ساختم هم افسانه ها گفتم روی هوری را رفتم خواب رفتم بعدی پیشین خوابی من نبود لیکن بعد مربی ما از کتابی الفبا یک سرودی نمیخوان ما آن را اجرا کردم مربی را شاد کردم. تشکر زیاد. آفرین به شما. شما در بخچه‌تان دوگانه دارید؟ بله. دوگانه‌تان چی نام دارد؟ سبینا امینه یاسمین نوشا میرم. سه مریم ها؟ بله. خیلی خوب. درباره دوگانه ها یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. دوگانه احمد جانه کاکلش کرده شانه خندان رو دودوان دیروز آمد به باغچه کرده مزاچه بازی در جیبارک آبازی گردش از من مرجانه مینادار و همرازی دوگانه جان دوگانه زودتر برا از خانه و باغچه هر دو رویم خانم شروع ترانه دوگانه جان دوگانه زودتر برا از خانه برای من توی تو اصیلترین دوگانه نه تو جانی خوش رو و خوش زبانی قوامیانی باغچه چراغه کتابانی دوگانه جان دوگانه زودتر برا از خانه با باغچه هر دو رویم خانم شروع ترانه. آفرین به شما. درباره زوچه چی یگان شعر میدونید؟ بله. چجانی زیبایم عزیزی از براام سهل خزید تو از خواب شینه پیشم با آداب تازه شویم روید را شانه زنم موید را هر دو شویم دوگانه دو دختری یک خانه. آفرین به شما. تماشاچیان عزیز خودی رسان میشویم که شما این زمان برنامه انگوبین را طریق تلویزیونی باهوریستان از مرکز زیرخشی کودکان ماداگاسکار تماشا کرده ایستادید و قهرمانی برنامه امروزه ما سنگ و ماهوش 5 ساله از ناحیه فیض‌آباد می باشد و ما برنامه خود را ادامه میدهیم و خودی رسان میشویم که سرپرست امروزه برنامه ما مرکز زیرخشی کودکان ماداگاسکار می باشد.
خب موج جان، شما حیوان‌های وحشی و خونگی را نامبر کردن میتوانید؟ مرحمت، بیایید اول حیوان‌های خونگی را نامبر کنید. سگ، گاو، گوسفند، گربه، مور و غیره. بله. خیلی خوب. حیوان‌های وحشی را چی؟ خیس، پلنگ، شیر، باز چی؟ شغال. خیلی خوب. درباره کدومی از حیوان‌های وحشی و خونگی شعر میدونید؟ من درباره خرس شعر میدونم. خرسک آمد به جنگل، سبچه اش در بغل، غزل خواند و میوه چید، ناگه جلغوزه را دید، جلغوزه را با پا زد، جلغوزه را آب زد، پیشانی اش ورم کرد، آن به خرسک علم کرد. خیلی خوب. باز درباره کدام حیوان میدونید؟ سنجاب بود نبود سنجاب بود، در ملکی پنجاب بود، الکه بود و گول بود، نازنده شمول بود، هرچی دهی نمیگو، گر ندهی تمیگو، روز آتش آش بخ، آشی شلماش بخ، سنجابی من ناز کرد، نخورد و آراز کرد، آشکی تو شور گفت، خودت برو خور گفت، ناگه آمد یک باشه، را برد طباق آشه، سنجاب گفت چی گپ شد؟ آشش گفت عجب شد. خیلی خوب. یعنی با سنجابک گپ نداره عجب کار شد ها؟ یعنی طبق آشی او رو دزدیدن. خیلی خوب. شما هم همین خیلی گپ ندارید؟ نه. شما دختری خوب هستید؟ بله. خیلی خوب. درباره سنجاب با شعر میدونم. مرحمت. Belka polesu idiot, sem aleški razdajot, miški kasalapamu, zajinki usatamu, lisički strički, varabu sinički, nikavo ni zabila. Всех угостила, топай мишка, хлопай мишка, приседай со мной, братишка, руки вверх, вперед и вниз, улыбайся и садись. خیلی خوب. هستم به شما. درباره موشک با شعر میدونم. یعنی شما درباره موشک شعر میخونید ها؟ بله. دو موشک گرسنه دان و دانه میکافتند، ناگه از کنج خانه کتابچه را یافتند. این کتابی افسانه، بیا با هم میخوانیم، آخه چه خیلی میخوانیم، الفبا را ندانیم. کتاب را به آموزخانه کشاله کرده بردند، و چنگا کاریتت پاکیزه آن را خوردند. خیلی خوب. هستم به شما. خوراک دوست داشته شما کدام است؟ کچشکا بیرون، آبیرون، آشی پلو، منتو. شما همه خوراکا رو دوست می داشتید ها؟ بله. یگان تا آن رو آماده کرده می توانید خودتان؟ نه. نمی توانید. نه. خوب. حداقل در خانه به کارهای مادرتان کمک می رسانید؟ بله. انا من کلان شدم، چون لالا خندان شدم، خسته زخاب هر سحر، شویم تیرزه بوده، در همه کار خانه یاری دهم به مادر. خیلی خوب. در همه کار خانه به مادرتان کمک می رسانید ها؟ بله. آفرین به شما. احسن. چی کار میکنید؟ شکر رو میبره. خیلی خوب. یعنی با هنگامی پرتافتن یعنی آماده کردن دسترخوان شما نیز کمک میرسونید ها؟ بله. دستار آچه منم در خانه یاری میدهم، من به بهانه خمیر میکنم، آچرم برین خودم میپزم، نانک شیرین آن را از تنور میکنم تفسان، روی کسب سور زیب دسترخوان. کنی شیر کنید، نانکی مرا مرحمت کنید، آرد اشتها. با کدام کارهای مادرتان یاری میرسونید؟ چی کار میکنید در خانه؟ خوراک پزد یاری
میرسونیم. گوش میده کد مادرم برو گرفت زواله، ریزه بیمود پیاس را اپا جانم ایلاله. منم بکار نماندم زاچه جان را خواباندم، همراه بیبی جانم توش بره را پیچاندم. یک و دو و سه و چهار توش برم شد تیار، طبقه را روی خان ما خاله جانم کتر. با اشتیاق خودم شکمچم شد ترم، بکی تشکر گویم وای سرکم شد گرم. آفرین با شما. درباره رژه روزتان با ما گفته میتوانید؟ یعنی شما چیکار میکنید؟ Понедельник есть лала, полвторник подметала, среду як пекла калач, весь четверг искала я чашку в пенису помыла, а в субботу торт купила. Всех подружек в воскресенье позвала на день рождения. آفرین با شما. خب شما باز چی گفتن میخواید برای تماشا بینید تلویزیون بهارستان در باغچه‌تان یگان لطیفه یکی اون خندانک‌ها به شما یاد ندادن؟ دادن. مرحمت یکی اونها رو با ما گویید. همسایه زن به گستو جان یک دانه کوچک داد. مادرش گفت که به خالش چی گفتن در باز یک تا دیگر دیه. خیلی خوب. یعنی گسو با جای اون که رحمت گوید یک تا دیگر جهت گفتن؟ اصلا با شما خوب میگفتید که نشان ما از چی عبارت است؟ نشان رو شرح داده میتوانید؟ بله. مرحمت. پخته، گندم، آفتاب، خو، کتاب. خیلی خوب. اکنون اون رو شرح داده میتوانید؟ بله. مرحمت. پخته نشان از بایگاری اساسی کشور، گندم نشان از حیا و خیر برکت، آفتاب نشان از حیات ابدی آسایشته و مملکت آفتابی، کو نشان از کوسار کشور، کتاب نشان از علم و معارف ادبیات و فرهنگ غنی، تاج نشان از صاحب دولتی و مستقلت، هفت ستاره برادر، هفت قبط آسمان، هفت روز را افاده می کند. تشکری زیاد. احسن به شما. درباره پول ملی چی گفته میتوانید؟ اگر من پول رو و شما گویم شما میتوانید گویید که در روی آن صورت کی تصویر یافته است؟ بله. در روی یک سامانه صورت کیست؟ میرزا رسولزاده. سه سامانه؟ شیرینشاه شاه تیمور. 5 سامانه؟ سردیدین عینی. 10 سامانه؟ میرسعید علی حمدانی. 20 سامانه؟ ابو علی ابن سینا. 50 سامانه؟ بابا جان غفورو. 100 سامانه؟ اسماعیل سامانی. 200 سامانه؟ مستطلا مخصوم. 500 سامانه؟ ابو عبدالله رودکی. خیلی خوب. احسن با شما و ما صحبت خود را ادامه میدیم. همین طور خب در آخر چی گفتن میخواهید؟ من میخواهم همیشه آفتاب خندان باشه، در گرد و اطراف ما گلهاش کفان باشه، در جوی حولی ما آبک روان باشه، تنور آچه جانم دائم پوری نان باشد، آچه دادایم جنگی نباشند، اصلا ابروکشی نباشند، هرگز در خانه ما هر بگاهی دادایم سری در سرخان شند، حولی ما دائما پرپوری مهمان باشد. تشکری زیاد. احسن به شما. و مهوش جان انا این توفه به شما. رحمت. شما نیز به مثل گسو نمیگید که به من یک تا دیگر دهید؟ نمیگید؟ میگوید؟ خیلی خوب. و تماشابینان عزیز در همین جا میرسیم با فرجام برنامه امروزه انگوبین. ما اهل ایجاد برنامه اطمینانی کامل داریم که در کشور ما چنین کودکان خرساف‌خواسای بی‌سداد با مانند مهوش و دیگر قهرمانان برنامه انگوبین بس از زیادند و اگر فرزند شما نیز استعداد فوق‌العاده دارد و سن او تا 7 سال است، پس برنامه انگوبین معرفی‌گر استعدادی اوست. نشانی ما شهر دوشنبه کوچه شهر 31 تلویزیونی بهارستان.
تا دیداری نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.